چی گونه بازی خواهند کرد؟ گلمراد صدالله صدایشکش را بلند میکند و بازیگران دسته میزبان بازیگران دسته رگرتداز از مرکز میدان بازی را شروع میکنند. داور اجازه میدهد. ضربه مستقیم اجرا کرده میشود و گل. حساب 1-0 دسته رگرتداز در حساب پیش میبراید در دقیقه 13 بازی. 0 به فایده رگرتداز بود که از ضربه جریمه چگونه مستقیم توپ را به دروازه روان کرد. شهرت و دروازه‌بان هجوم نوبتی از جانب دسته رگرتداز بسیار خوب و توپ وارد دروازه میشود. حساب 2-0 میشود. تماشاگران عزیز ببینید از میان دو دفاعگر دسته سرافشان گذشت و با یک رسش توپ رو به دروازه روان. در این میان ارگاشف تلخین بسیار خوب پرتابی به داخل جریمه گاه فرصت پیدا میشد برای دسته سرافشان و بوند که توپ به از همین موقعیت ضربه اجرا کرده می شود. بسیار یک ضربه قوی و پالوتر از دروازه تو میدان رو ترک می کند. پرویز جان دهخانوف ضربه او به خط حمله و ببینید که نزدیک بود که اینجا شی بکند دروازه‌بان دسته رگرتداز. فرصت هست، دروازه خالی است. پرویز جان دهخانوف ضربه رو اجرا می کند و یک ضربه دیگر برای جورج و ببینید که نزدیک بود که از همین مسافت گل. فرصت پیدا میشد برای کوادو فریمپونگ و اینجا پنالتی. گلمراد صدالله به نقطه پنالتی اشاره میکند و احتمال که از پنالتی گل بزند. ولی گل. حساب 3-0 به فایده دسته رگرتداز. ضعیف بازی کرده است دسته سرافشان. اما دست پروران علیشیر توختایف و در روزه دسته رگرتداز هجوم دسته سرافشان ضربه از همین موقعیت اجرا کرده میشود از جانب بوجانوف. پس میدهد به شیروانی مبدچویف. شیروانی با سرعت بلند پیش حرکت میکند. فرصت است برای شیروانی مبدچویف. ضربه او و سیفولی انجام میدهد. اینجا دلشاد دادبویف بوجانوف توپ را سوی میشود توسط کنار راست هجوم دسته رگرتداز بر توپ بعد داخل جریمه گاه فرصت هم هست. شیروانی با سر ضربه میزند و باز هم توپ را داشته میگیرد. بر توپ بعد داخل جریمه گاه فرصت هم هست و ببینید که جورج بسیار هجوم دسته سرافشان امکانیت هست. پس هم داده می شود. ضربه و گل. حساب 3-1 بازیگران دسته سرافشان به بازی برمیگردند. راست هجوم دسته را اندازی کرده شد. تلخین ارگاشف بسیار یک پاسی اولی انجام داد و بدون مشکلی توپ را به هجوم نوبتی دسته سرافشان توسط کنار چپ هجوم را اندازی کرده می شود. امکانیت هست برای زدن گل دوم. ضربه اجرا کرده می شود و سیفولی انجام میدهد. این نوبت شهاب‌الدین محمود زاده. فرصت پیدا می شود. شیروانی مبدچویف امکانیت دارد. ضربه اجرا کرده شد و سیفولی اکنون اینجا انجام میدهد. صدبک زیازاده ارگاشف بسیار خوب پرتاب اجرا کرده میشود. امکانیت هست برای بازیگران دسته سرافشان. ضربه و گل. اکنون حساب 3-2 میشود. دسته سرافشان بود باید به حالت تکرار متوجه میشویم. باز هم پسی گل را انجام میدهد اینجا تلقین ارگاشف. شیروانی امکانیت دارد که نقطه نهایی را در بازی گذارد و همینطور هم می شود. حساب 4-2 به فایده رگرتداز می شود و این نقطه نهایی در واقع امروزه باشد دوبل می کند و امروز نیز او در میدان بسیار هم بازی زیبولت را از بین می برد و تمام. گلمراد صدالله صدایشکش را از انجام بازی دوری 16 لیگ اول دسته رگرتداز و سرافشان بلند می کند. رگرتداز همون است که با حساب 4-2 مقابل سرافشان پیروزی به دست آورد.